صدا میاد؟ وقت شما بخیر. خیلی خوشبختیم که یک بار دیگه در کنار شما هستیم و چرا خوب که بار دیگه در کافه موزه هستیم، کافه موزه رشت، و حتما احتمالاً بدونید که اولین اجرایی که داشتیم در همینجا بوده. در واقع ما برگشتیم به خونه خودمون. اجازه بدید قبل از اینکه اصلا شروع بکنیم خیلی کوچیک اشاره بکنم به اینکه چرا امروز دور هم هستیم. اول از شما خیلی تشکر میکنم، شما تبریک میگم به خاطر اینکه امروز در واقع حضور شما فقط به خاطر مشارکت در اجرا یا شنیدن روایت‌های جونا نیست. شما امروز همراهی کردید با یک در واقع ادای یک وظیفه اجتماعی درباره اونجا که داریم زندگی میکنیم، درباره طبیعت گیلان و در مورد سلامت روح و جان مردم این سامان اشاره کردیم که ما در گیلان، خودتون بهتر میدونید، همه جای دنیا میدونن گیلان زیباترین، شاید یکی از زیباترین پهنه‌های طبیعی جهان رو داره. همه چی توش هست، هر شکل از زیبایی از عناصر طبیعت باشه در گیلان هست، اما این یک ظاهر ماجراست. یک رویه ترسناک دیگه هم داره. گیلان آلوده‌ترین آب‌های ایران رو داره. گیلان زمینش حالا دیگه داره بیماری تولید میکنه. تمام آلودگی‌های گیلان به آب‌ها، به رودخانه‌ها و به مرداب انزلی و تالاب انزلی میره که حالا دیگه واقعا گنداب تبدیل شده به گنداب، و اونهایی که دستی در کار دارن میدونن که چقدر از عزیزان ما دارن جونشون رو، زندگیشون رو به خاطر این آلودگی‌ها از دست میدن. موج بیماری‌های پوستی، موج بیماری‌های گوارشی، بیماری سوالعلاجی که به راحتی درمان نمیشه. ما خواستیم در همراهی با شما فقط یک تذکری بدیم به خودمون و به همه کسایی که اینجا زندگی میکنن یا نقش دارن، شاید بتونن کمی اندکی از این درد، از این رنج، از این آسیب مهیب کم بکنن. خیلی ممنون که امروز مشارکت کردید. تمام اوایل این اجرا با اینکه اصلا قابل ذکر نیست به نسبت اون هزینه‌هایی که هر نفری که بخواد تو این زمینه خودش رو درمان کنه یا عزیزانش رو، اما با قلبمون تقدیم میشه به کسانی که نیاز دارن به درمان اما احتمالاً توانش رو ندارن. خب به افتخار خودتون یادگاری بدم به محمد پورعبدالله عزیز، مدیر کافه موزه، دوست خوب ما، به خاطر اینکه حالا میاد بالا دیگه، حالا این دعوتشون کنم، به خاطر اینکه همراه ما بودن. این اثر یکی از هنرمندای خوب انزلیچیه، اسمش از مایا. این کاری که کرده در واقع پیکر یک انسان رو نشون میده که تحت تاثیر اون موج آلام و دردها و رنج‌هایی که طبیعت بارز میکنه صورتش دفرمه شده. تو صورت این دامگوراش هست. کسایی که میدونن گیلک هستن میدونن دامگوراش یعنی صدف، یعنی گوشمانی. اما توی انزلی ما که اونجا زندگی میکنیم، دامگوراش گاهی اوقات میخوره به تنه درخت، میخوره به تنه یک چیزی که اضافه شده به طبیعت و در امتداد زمان تحت فشار دشکف یا موجی که میره و برمیگرده باعث میشه که بره به خورد اون طبیعت، به اون جسم، اون شکل، و بعد اون رو دفرمه کنه و خودش هم دفرمه میشه. این در واقع چهره یک انسانی که در گیلان داره زندگی میکنه. میخوایم اهدا کنیم، تقدیم کنیم به محمد عزیز که اینقدر همراه ماست و